ممنونم. دستم کم شد؟ خب اجرا رو خواستیم کنسل کنیم. کنسل نشد. فکرم کنسله. نه دیگه. چرا اجرا رو خواستیم کنسل کنیم؟ باید ارفان ولی اجرا جا سارا قراره زیر خرک برامون ساز بزنه. بگم عالیه. امروز 15 آبان 404 ساعت 6:30 ایران عرفان هنوز ایرانه. آقا نکن قبله. آره اینو میگیم که یادمون باشه که عرفان فعلا ایرانه و هنوز نرفته. انشالله اجرای بعدی نه دوباره گریه‌تون میگیره. سیمو گریه نکن الان هر عملی یه عکس العملی داره. هنوز عرفان نرفته. عرفان اینجاست. یه ما دیگه میره. هستم بچه‌ها میام. در حال من بهروز مرباقی هستم، معمار هستم و معلم دانشگاه و مدیر این مؤسسه فرهنگی هنری. دو نفر دیگه هم که اعضای هیئت مدیره هستن، آقای فرهاد توحیدی سناریست هست و آقای رضا کیانیان بازیگر خوش سلیقه و خوشنام ما. الان اینجا یک مؤسسه فرهنگی هنری هست و تلاش میکنیم اون وظیفه‌ای که در حد خودمون برای خودمون قائل شدیم انجام بدیم. فعالیت‌هایی که داریم نمایش مستند هست هر چهارشنبه ساعت 5 بعد از ظهر و نشست با کارگردان و منتشر کردن گزارش اون. نشست‌های موسیقی داریم، نشست‌های اودلاجان شناسی داریم، تورهای خارج از تهران فرهنگی داریم که با دوستان میراث فرهنگی ممنون این نشریه تک صفحه‌ای داریم که هر هفته یک بار منتشر میشه. امروز 300مین شماره‌اش رو ما منتشر کردیم. کتابخانه خوبی داریم، بیش از 5000 عنوان کتاب داریم. بعد یک کتاب فروشی داریم که بازمون هم کتاب‌هایی میاریم که توصیه میکنیم مردم بخونن بخرن و یک کنج هنر. مجموعاً یک همچین فعالیتی هست. ضمن اینکه با تجربه‌ای که از اینجا داشتیم خوشبختانه 4 ماه پیش خانه قصه را هم ما افتتاح کردیم که اون طرف خیابان سیروس شهید مصطفی خمینی هست. اون خونه قبلا مال آقای مرادی کرمانی بود هوشنگ و مدت‌ها مخروبه مانده بود و ما اون رو دست گرفتیم. به احترام هوشنگ مرادی کرمانی خانه قصه رو راه انداختیم و اونم شد یک کانون فرهنگی. خودی دوری بی تو دلگیر مردم خومتر داغ دیر زیر تازه شیرینی خب اعضای گروه که او عرفان کنعانی، کمانچه و آواز سیما ایمانی، بندیر علی خطیبزاده و آواز هم که بخش آخر خونده شد محمد رضازاده. و اینکه چند ماه پیش از طرف آنسو با یک پیشنهادی شد که اینجا اجرایی داشته باشیم و قسمت شد که این قطعات رو با هم دیگه کار کنیم و امشب اینجا باشیم در خانه اردوبهشت.
هر عملی یه عکس العملی داره. هنوز ارفان یه نگو. ارفان اینجاست یه ما دیگه میره بابا هستم بچه میام دیگه هیچ کار شما از اونایی هستین که خبرهای بد و خیلی بدتر میگن نه؟ چی هم بداریم خبر بد بگیم نه به این فکر میکنم که وای دیگه تموم میشه امروز محمد رضازاده رفت تو نه ارفان اشکی دبید نگران نباشید ارفان همینجا رفتی آمدی داره اینجا بهتر آقا عرفان ما رو. هر روز با اون ویدیو کال آره. اون چه که اینجا دارم احساس میکنم در عصر حاضر در دوره جدید و حال رویدادهای موسیقی رو دنبال میکردیم مثل هر علاقه‌مند دیگه‌ای و استادا رو میدیدیم و هر چیز دیگه با جریانات موسیقی به شکلی مثل همه شما دوستان آشنا هستیم. من فقط احساس خودم رو میخوام بگم اون چه که در دوره جدید بیشتر حس میکنم کنجکاوی و علاقه بیشتر و بیشتره، هم از بابت کسانی که موسیقی کار میکنن هم از بابت شنوندگان و کسانی که کنجکاو هستن بیشتر موسیقی بشنون و در رویدادها حضور داشته باشن. من حسین والی هستم، موزیسین، مدرس تار و ستار و آهنگسازی. عرض کنم که مسئله مهم برای من و همسرم سارا البته که با هم یه جریان موسیقایی رو تو زندگیمون آغاز کردیم، اون ارتباطیه که خودمون در درجه اول با موسیقی برقرار می‌کنیم، لذتی که می‌بریم. ولی ما داریم تلاشمون رو میکنیم که روز به روز بهتر و حرفه‌ای‌تر بشه در واقع. اما به خاطر اینکه ما یه سری خودمون خط قرمزهایی داریم، هر جایی خب نمیریم اجرا بکنیم، اجرای مجوزی باشه، چون دوست داریم که خیلی راحت و بدون سانسور در واقع اجرا بکنیم. هر
هر موقعیتی که پیش بیاد برای جریان موسیقی که غالبا ما میدونیم که بسیار میتونه در هر شرایطی اجتماعی فرهنگی تاثیرگذار باشه و فقدانش همیشه احساس میشه. به محض اینی که مخاطب یا اجراگر با موسیقی ارتباط برقرار میکنه در واقع که واکنش در لحظه ای نشون میده و تاثیر در لحظه ای میگیره که اون تاثیر و واکنش برای ما ارزشمنده. برای همین خب اینجا دوست داریم به هر شکل وقت و توجهمون رو بذاریم که این جریان وجود داشته باشه. اسم این برنامه‌ها آهنگ پیوستنه. به خاطر اینکه موسیقی یکی از قوی‌ترین ابزارهایی که میتونه آدم‌ها رو کنار هم بیاره و به هم دیگه وصل بکنه. مجموعه آهنگ پیوستن، پروژه آهنگ پیوستن به صورت یه سری اجراها و گفتگوهایی از دوره قبل از کرونا ما انجام میدادیم اینا رو. مثلا جم سشن بوده یا گفتگو حول موضوعی درباره موسیقی بوده و از تقریبا 2 سال پیش بعد از اینکه با مجموعه خانه اردیبهشت آشنا شدیم و دوستان می‌خواستن که اینجا برنامه‌های شب‌های موسیقی در واقع داشته باشن، مثل شب‌های مستند دارن و برنامه‌های دیگه‌ای که دارن، موسیقی هم دوست داشتن کنار اینا باشه. ما این پروژه آهنگ پیوستنی که از قبل بود و پیوند زدیم به برنامه‌های این مجموعه. و با همکاری خوب دوستا واقعا روز به روز داره رونق بیشتری میگیره، فضای صمیمانه تر، یعنی در واقع یه محفلی شده که یه سری ثابت دیگه همیشه میان و موزیسین‌های بیشتری اشتیاق دارن که بیان اجرا بکنن علی‌رغم اینکه برنامه‌ها رایگانه، ولی خب انقدر هممون تلاش میکنیم که فضای خوبی ساخته بشه و احترام اون برنامه واقعا حفظ بشه و با در حد توانمون با استانداردهای لازم برگزار بشه. دوست دارم واقعا اونام که بیان موزیسین‌ها که بیان اجرا بکنن. حیرانی خالی گفت جرگم سلطان، حیرانی خالی گفت جرگم سلطان. هر روز با اون ویدیو کال آره. از اونجا تمرین کنیم. از اونجا تمرین می‌کنیم. شادمندی. انشالله خیره. اساس نگرم می‌نویسم سر. بدترین چیز اینه که قبل اجرا دستت، یعنی آب رو دستت خوش بشه. یخه. عجیبه دستمانی چون اصلا دستمانش کم. مگه ما چه کاریم؟ مگه من چه کارم؟ یک کنیم بخوام فکرم. مگه من آب نخورین.
دوباره باید سرویس. آره بریم میگم که بریم بچه بچه من گوشیمو فقط نمیدونم تشکیل بدم. بچه ها یه قرار میخوام آب بخورم. اول آهنگسازی اول بگی. به ترتیب برو این وسط زنونه است پایین سن وایسا به ترتیب وای میسین یه نگاه هم میندازیم هر 4 نفر یه 2-3 ثانیه پایین ترتیب کنیم و میایم بالا باشه بریم بچه‌ها به ترتیب میریم وایسادیم به همین که گوشیمو زن یه نگاهی چشمی که به هم کردیم بفرمایید. یه ترتیب 2 ثانیه پایین می‌کنیم فقط میخوام از دوستان تشکر کنم که واقعا با عشق و بدون هیچ توقعی اومدن کنار من ساز زدن و این دوران خیلی دوران خوبی برای من بود و همینطور از آنسو و خانه اردیبهشت خیلی تشکر میکنم که این فضا رو در اختیار ما قرار دادن که امشب اجرا کنیم. معمولا ما عادت داریم یا از بچگی عادت داشتیم خیلیامون که لالایی رو مامان واسه بچه میخونده اما این لالایی داستانش فرق میکنه. شعری که خونده میشه مضمون شعر این هستش که از طرف پدر داره خونده میشه واسه بچه. مامان بچه فوت کرده و پدر داره واسه بچه‌اش لالایی میخونه و همینطور یالا متن شعر و آخرین بیتی که ما اجرا میکنیم پدره میگه که بخواب فرزند عزیزم ای کاش مامان درم اینجا میبود و اون واسه این لالایی رو میکنم. گفتم که این دیدگاه نسبت به این ترانه داشته باشید وقتی دارید میشنویدش بهتر میتونید رو درک کنید و با شعر آشنا بشید. رول خوشی اینای چار هزی جنون اینای جنون حتی دیتا هرچند هلور که منالی